پژمان عزیز ما 47 سال پیش توی تهران به دنیا اومد. یک بچه پر انرژی و فعال. از همون ابتدا عاشق فوتبال شد و تمام روز فوتبال بازی می‌کرد. اما همون جا بود که بزرگترین چالش زندگیش براش پیش اومد. میخوای فوتبالیستی؟ غیر ممکنه. رویاها و آرزوهایی داشت که خیلی بزرگ بودن و این خودش یک دلیل شد که همه اطرافیانش بهش بخندن و بگن این آرزو غیر ممکنه و کلی دل سردش کنن. آرزوی اون روزای پژمان این بود که یه فوتبالیست حرفه‌ای بشه و توی تیم‌های بزرگ و استادیوم‌های بزرگ فوتبال بازی کنه. اما همه میگفتن فوتبال نون آب نمیشه. همه میخوان فوتبالیست بزرگ بشن و تو این وسط شانسی نداری. ولی پژمان توی دل همین دلسردی و ناامیدی‌ها چیکار کرد؟ واضح بود، ادامه داد. به تلاشش ادامه داد و تونست وارد اولین تیم حرفه‌ای خودش یعنی تیم کشاورز بشه. و همینجا هم متوقف نشد. تلاشش رو بیشتر کرد و مدت‌ها سخت تمرین کرد. تا وارد تیم پرسپولیس، یکی از پرطرفدارترین تیم‌های آسیا شد. اونجا هم درخشید و چون آدم دوست داشتنی، با اخلاق و صادق بود. همه دوستش داشتن. محبوب شد و در نهایت به رویایی رسید که حتی خودش فکرش رو نمی‌کرد. بازی توی تیم ملی ایران و حتی گل هم زد. پژمان توی فوتبال خیلی درخشید و بعد از یه مدت تصمیم گرفت که خداحافظی کنه و وارد دنیای بازیگری بشه. اما دوباره با همان چالش بزرگ زندگی مواجه شد. مسخره شدن و دلسرد شدن از طرف اطرافیان. چالشی که میتونست خیلی ها رو از مسیرشون منحرف کنه. ولی پژمان چی کار کرد؟ تلاشش رو 2 برابر کرد. طنز و شوخی‌های خودش رو به بهترین شکل وارد بازیگریش کرد و لحظات فوق‌العاده‌ای رو برای همه بیننده‌ها خلق کرد. اینقدر درخشید که تبدیل به ستاره شد و الان یکی از ارزشمندترین هنرمندان و بازیگران کشور ماست. درس این داستانم واضحه. وقتی چیزی رو دوست داری و میدونی که توش استعداد داری، حتی اگه همه بهت بگن که امکان پذیر نیست، نباید دلسرد بشی. باید بیشتر انگیزه بگیری و برای رسیدن به هدفت بیشتر تلاش کنی. اسه پژمان همیشه الهام بخش خواهد بود، چه برای طرفداران فوتبال و چه برای طرفداران سینما. با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.